فمن یکفر بالطاغوت، اول به طاغوت کافر شود. الله امر کردگی است فمن یکفر بالطاغوت، با طواغیت با طاغوت کافر شو و یؤمن بالله، بعدا به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاورد. هر کسی به طاغوت کافر شود و ایمان به الله بیاورد، در حقیقت بر اسمان بسیار محکم چنگ زده که هرگز گسستنی نیست. کلمه اولین تقاضایش است و کفر به طاغوت است. تا زمانی که به طاغوت کفر نورزی، تا زمانی که با الله سبحانه و تعالی درست ایمان نبیاری و از این طواغیت عصر امروز خود را بیزاریت اعلان نکنی، تو هرگز به الله ایمان آوردن نمیتونی و این طواغیت را میبینید شما خواب تماشا میکنید. هلاک باد بر تو عالمی که از طاغوت بترسی و بیان کردن نتانی که ای مسلمانان به طاغوت کافر شوی. و هلاک با تو انسانی که در اون دفتری که بغیر آنچه که الله نازل کرده حکم میشه و حلال الله را حرام میگن و حرام را حلال میگن، در اونجا کار میکند و افتخار میکند که من کار دارم. هلاک باد، هلاک شوی همراه کارت که تو ایمان خود را ندانستی. او الله است که در روی زمین هر چیزی را که هست که روزیش میته و تو مسلمان شر نیست که کارهای طاغوتی بکنی، به فرمان طاغوت عمل بکنی، رفتار بکنی، باز بیایی بگوی من مسلمان هستم الحمدلله. کجاستی؟ الحمدلله گفتنت. مسلمان است خو هر کار میکند، دستور از غیر الله میگیرد، حکم غیر الله را قبول میکند، باز میگه من مسلمان هستم. و کلمه از این تقاضا داره به طاغوت کافر شوی.